سلام به روی ماهتون. سلیمانی هستم. میخوایم که با هم این موتیف خوشگل رو ببافیم. میتونید این موتیف رو با نخهای اضافه‌ای که داخل خونه دارید باش ببافید. برای شروع بافت میاییم سر نخمون رو گره میزنیم و 5 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5. میایم روی اولین زنجیره یک بست میزنیم. حالا میایم یک زنجیره میزنیم، دوباره این نخ اضافه رو هم با خودمون میبافیم و داخل بافتمون مخفی میکنیم. حالا این یک زنجیره به عنوان یک پایه کوتاه برامون محسوب میشه. بجز این باید 4 تا زنجیره بزنیم. 2 3 4. حالا میریم داخل حلقه یک پایه کوتاه میبافیم. دوباره تکرار میکنیم. 1 2 3 4. دوباره یک پایه کوتاه. باید 8 تا از این حلقه ها داشته باشیم که با زنجیره داریم درست میکنیم. 1 2 3 4. چهار تا زنجیره یک پایه کوتاه. 4 تا زنجیره یک پایه کوتاه. بیس 4 تا زنجیره تکرار. 1 2 3 4. دوباره یک پایه کوتاه. یک دو سه 4. یک پایه کوتاه. سه تا 4 تا 5 تا 6 تا حالا 6 تا بافت. دو تای دیگه باید ببافم. 1 2 3 4. دوباره یک پایه کوتاه. 1 2 3 4. دوباره یک پایه کوتاه. ببینم چند تا بافتم. 1 2 3 4 5 6 7 8. هشتمی رو دیگه وقتی که 4 تا زنجیره رو زدیم باید به اول بافتمون این تک زنجیره‌ای که اول زدم گفتم به عنوان یک پای کوتاه محسوب میشه، میام بست میزنم به این صورت. 1 2 3 4 5 6 7 8. 4 تا زنجیره و یک پای کوتاه تا آخر رج. بعد 4 تا زنجیره آخر رو که زدیم میایم به اول رجمون بست میزنیم و نخو باید کات کنیم. نخو کات کردم، یک بست میزنم و این نخ اضافه رو پشت بافتمون مخفی میکنیم. بعد این نخ اضافه رو من اینجا مخفی میکنم. خب دوستای عزیزم، رنگ بعدی را من اینجا میخوام رنگ زرد رو وصل کنم. داخل این 4 تا زنجیره میایید این نختون رو وصلش میکنید و یک بست میزنید. 1 2 3. 3 تا زنجیره میزنید. دو بار نخ رو میندازید روی قلاب و پایه دوبل میبافید. نخ میگیرید میارید 2 تا یکی 2 تا یکی و 2 تا یکی. دو بار نخ رو میندازید روی قلاب، نخ میگیرید میارید 2 تا یکی 2 تا یکی و 2 تا یکی میکنه. باید 3 تا پایه دوبل ببافیم. 3 تا زنجیره زدیم، 3 تا هم پایه دوبل. حالا 3 تا زنجیره میزنیم و همین جایی که این پایه ها را بافتیم میایم یک بست میزنیم. حالا یک زنجیره میزنیم، میریم فاصله بعدی داخل این 4 تا زنجیره رج قبل و یک بست میزنیم. 1 2 3. 3 تا زنجیره. دوباره دو بار نخ میندازیم روی قلاب، پایه دوبل میبافیم. 3 تا پایه دوبل باید اینجا ببافیم.
دوستان شما با هر نخی که داخل خونه دارید میتونید ببافید، حتی با اضافه کنواهاتون. 1 2 3. دوباره میایم همین جایی که پایه ها را بافتیم بست میزنیم و یک زنجیره میزنیم و میریم فاصله بعدی، دوباره یک بست میزنیم و 3 تا زنجیره. دیگه کار تکراره. گلبرگ ها را به این صورت میبافیم. من تا آخر رج ببافم باید 8 تا از این گلبرگ داشته باشیم. خب دوستای عزیزم، من تا آخر رج بافتم، یک زنجیره رم زدم همین جایی که بست زده بودم، میام همینجا و اول بافتم یک بست میزنم. به شروع بافتمون یک بست میزنیم. بعد میخوام که رج بعدی هم با رنگ زرد ببافم. اینجایی که یک تک زنجیره زدم، این حلقه را که اینجاست قلاب زیر این زنجیره میبرم، این حلقه را میگیرم میارم و یک زنجیره میزنم. این یک زنجیره به عنوان یک پایه کوتاه برام محسوب میشه. حالا میام 1 2 3 4 تای دیگه زنجیره میزنم و میرم این قسمت وسط گلبرگ ها که یک تک زنجیره زدم رج قبلی، میام یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4. دوباره تکرار میکنم تا آخر رج. وسط گلبرگ ها یک تک زنجیره داشتیم، اونجا یک پایه کوتاه میبافم تا آخر رج. دیگه به همین صورته. ما گلبرگ های ما رو بافتیم، 8 تا گلبرگ داریم. حالا پشت بافتمونم تا آخر رج میبافیم. دوستای عزیز، من تا آخر رج این حلقه ها رو بافتم، به اول رج رسیدم و سر این زنجیره اول که گفتم به عنوان پایه کوتاه یک بست میزنم و نخو باید کات کنم. به این صورت. این گلبرگای ما و اینم پشت بافتمون که از این حلقه ها درست کردیم. برای رج بعدی باید رنگ نخمون رو عوض کنیم. تا الان 3 رج بافتیم. رج اول، رج دوم که 8 تا گلبرگ داریم و 8 تا حلقه که پشت بافتمون با 4 تا زنجیره و یک پای کوتاه بافتیم. حالا بریم که رج بعدی رو ببافیم. خب دوستای عزیزم، قلاب رو میبریم داخل این 4 تا زنجیره و نخمون رو میگیریم میاریم یک بست میزنیم. 1 2 3. 3 تا زنجیره میزنیم به عنوان پایه بلند. دوباره نخ میندازیم روی قلاب، همینجا 2 تای دیگه پایه بلند میبافیم. حالا همینجا 2 تا زنجیره میبافیم، دوباره نخ میندازیم روی قلاب، میریم نخ میگیریم میاریم پای بلندو که دیگه همه بلدید، پای بلند میبافیم. نخ میگیریم میاریم و 2 تا یکی 2 تا یکی میکنیم. دوباره نخ میندازیم روی قلاب، نخ میگیریم 2 تا یکی و 2 تا یکی میکنیم. میخوایم که این گلمون رو تبدیل به موتیف مربع کنیم. پس یک گوشه از بافت رو من بافتم. 3 تا پای بلند، 2 تا زنجیره، 3 تا پای بلند که این 3 تا زنجیره هم یک پای بلند محسوب میشه. دوباره نخو میندازم روی قلاب، میرم داخل فاصله بعدی، 3 تا پای بلند میبافم. دیگه همون موتیف مادر بزرگه که همتون بلدید. دوباره نخ میندازم روی قلاب، میرم فاصله بعدی. فاصله بعدی هم میشه گوشه بافتمون که 3 تا پای بلند میبافم. 3 تا پای بلند، 2 تا زنجیره و دوباره همینجا 3 تا پای بلند. این صورت. الان یه سمت بافتمون رو، یه سمت مربعمون رو بافتیم. این قسمت
وسط 2 تا زل یه دونه پایه 3 تایی میخوره، 3 تا پایه بلند. حالا بقیهش هم به همین صورت. فاصله بعدی 3 تا پایه بلند میبافیم، فاصله بعدی دوباره گوشه بافتمونه. من تا آخر رج ببافم دیگه تکراره. دوستای عزیز من تا آخر رج بافتم، سر 3 تا زنجیره اول میام بست میزنم و با بست جلو میرم. به این صورت میام داخل 2 تا زنجیره. به این صورت این رج رو بافتیم و موتیف مربعمون تشکیل شد. 2 تا گوشه، وسط 2 تا گوشه 3 تا پایه بلند تک، 3 تا پایه بلند یه جا. این قسمتم به همین صورت، این قسمتم به همین صورت. دوباره بافتمون تکرار رج قبلیه. 3 تا زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه بلند. دوباره همینجا نخو میندازیم روی قلاب، پایه بلند میبافیم. 3 تا پایه بلند که 2 تا پایه بلند بافتم، 3 تا زنجیرم یک پایه بلند محسوب میشه. 2 تا زنجیره میزنم همینجا، دوباره قلاب میبرم، نخ میگیرم میرم 2 تا یکی و 2 تا یکی پایه بلند میبافم. 2 تا دیگه پایه بلند، یعنی 3 تا پایه بلند میبافم. گوشه بافتمونه 3 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، 3 تا پایه بلند. دوباره میریم فاصله بعدی 1 2 3. تو این رج این پایه های 3 تایی تبدیل به 2 تا میشن. رج قبلی یکی بود، این رج میشه 2 تا. فاصله بعدی هم دوباره 3 تا پایه بلند میبافیم. دوباره میریم گوشه بافت رو میبافیم. دوباره 3 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 3 تا پایه بلند. به این صورت گوشه بافت و 2 تا پایه 3 تایی بافتیم تا آخر رج. دیگه تکرار من ببافم. خوب دوستای عزیزم، من تا آخر رج بافتم. به سر 3 تا زنجیره اول میام بست میزنم و نخو باید اینجا کادش کنم. نخو کات کردم و یک بست میزنم و نخ اضافی هم پشت بافتمون مخفی میکنم. حالا میخوام رنگ بعدی را وصلش کنم. میخوام رج بعدی را، 2 تا رج بعدی را، 2 تا رنگ سبز، 2 تا رج را با سبز بافتم. 2 تا رج بعدی را میخوام با رنگ بعدی ببافم، با رنگ زرد ببافم. دیگه این تغییر رنگ به دلخواه شماست که میخواهید چه رنگی ببافید. من این نخ اضافه را مخفی کنم. من نخ اضافه را مخفی کردم دوستای عزیزم. بریم 2 رج بعدی را با رنگ زرد ببافیم. ممنون میشم که این پست رو لایک کنید، سیو کنید و برای دوستاتونم بفرستید. زنگوله رو فعال کنید که هر وقت پست گذاشتم شما با خبر بشید. بریم که با هم 2 رج بعدی هم ببافیم. قلاب میبرم این قسمت، نخو وصل میکنم و 1 2 3 تا زنجیره میزنم. دوباره میام اینجا 2 تا پایه بلند میبافم. تو این رج باید این پایه های 3 تایی تبدیل به 3 تا پایه میشه. رج قبلی 2 تا بود. دیگه تکرار رج قبلی به این صورت. تو رج قبلی 2 تا،
پایه 3 تایی داشتیم، تو این رج 3 تا پایه 3 تایی داریم. دوباره میریم گوشه بافتمون 3 تا پایه بلند، سه تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 3 تا پایه بلند. به این صورت. چون تکراره دوستای گلم من ببافم تا اول رج من ببافم. خب دوستای عزیزم من تا آخر رج بافتم، سر 3 تا زنجیره اول میام بست میزنم، یه رج دیگه باید ببافم، با بست میرم جلو داخل این فاصله و 3 تا زنجیره میزنم و 2 تا پای بلند همینجا. بازم تکرار رج قبله. دوباره میرم گوشه بافت، 3 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 3 تا پایه بلند همینجا. نخمو بیارم به این صورت. دوستای عزیز این رج این پایه های 3 تایی میشه 4 تا که 3 تا اینجا بافتم، یکی هم باید اینجا ببافم. چون بافت تکراره من تا آخر رج ببافم. خب دوستای عزیزم تا آخر رج رسیدم، به سر 3 تا زنجیره اول که رسیدم بس میزنم و نخو کات میکنم به این صورت. ترکیب رنگ سلیقه‌ایه و دوست داشتید با هر رنگی میتونید ببافید، حتی میتونید با خرد و کنواهاتون ببافید. مارک کنوا زیاد مهم نیست. اگه کنواتون ضخیم باشه این موتیفتون بزرگتر میشه، اگر ظریف باشه مثل اکریل بافت تو این سایز در میاد. من با خرد و کنواهام اینا را بافتم به این صورت. مناسبه برای پتوی نوزاد، برای حتی کیف میتونید ببافید، میتونید رو تختی ببافید دیگه. استفادهش هم سلیقه‌ایه. تقدیم نگاه قشنگتون. ممنون میشم که این پست رو حمایت کنید و برای دوستاتونم بفرستید. در هر رنگی که میتونید هم میتونید اینا را ببافید. ممنون که از این پست حمایت میکنید.